سلام، تابستان یکی از فصل‌های تعطیلی و استراحتی است که شهروندان فرزندانشان را به تعطیل تابستانه روان می‌کنند. بیایید از شهروندان پرسان می‌شویم که تعطیل تابستانه فرزندانشان را در کجا و چه خیل می‌گذرانند. شما کودکان خود در این فصل تابستان با کجا با تعطیل تابستان میبرید؟ من مهمان هستم اینجا، از شهر کشور بلژیک اینجا مهمان آمدم. واقعا من با کودکای خود آمدم، دین شب اینجا بودم. واقعا جای آرام، امنیت، هوای بهترین، همش 100%. شما خوشی؟ به حد برای آب و هوای زیباییش، مردم با فرهنگ مهمان دوست و همش مخفول شد، همش 100%. در تعطیل تابستان کودکان بر امید و بسیارتر ما ای خود ده هستیم، ای دنگره غرغره بسیارتر ده میرویم. شما در این فصل تابستان اپاجان فرزندان با کجا با سایر سیاحت و استراحت روان می‌کنید؟ بخشش فرزندان من همش اویلادور، همش نه بیرو حجرش یکونجا پاما برم. نه حجرش بنی گای فرصت شود به حجرتون باقی برم. شما اگر در این فصل تابستان فرزندانتون یکونجا روان میکنید دمگیری استراحت با کجا؟ خوش اکن اصلا دمگیری لاگرده میرن. کام طرفی ورزاب میرن، سالکنیده از گرمای که نمیری گرمی را. از دامجاست نه از اکن نصیب باشه روی کدنمی. میره نصیب انشالله. من اولادی میریم ما دمگیری. چند روز شما وقت؟ اکن خدا خواهد 2 هفته می رفتنی. انشالله نصیب باشه. طرفی خوجا. بازی هم گرفته. دیگه کام دادم. 2 درمان دارم کردی. برای گذراندن تابستان. فقط بله بله درس سر میشه باید درس برم دختر جمع خانم و اشترالی‌های بهار و دیگر من خود منطوری کوستانی بدخشان و همون دیگه شد. تماشاگران عزیز، در آخر یادداشت می‌شویم که سامانه اولتیجی لایحه نوی را با نام تابستان ابتدایی عملی کرده ایستاده است. در این لایحه ما با شما درباره بهترین لاگرهای کودکانه، مکان‌های دمگیری و استراحتگاه‌های تابستانه معلومات داده درباره مکتب‌های زمانه‌ای برای فرزندانتان یاری می‌رسانیم. سامانه اولتیجی تمام لاگرها و استراحتگاه‌ها و مکتب‌ها و کودکستان‌هایی را که می‌خواهند کاری خود را رونق بخشند به همکاری دعوت می‌نماید. زنگ زنید، ما حتما مهمان شما گشته از فعالیت کاریتان گزارش‌های جالب ویدیویی تهیه می‌نماییم.